با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. تفاهم 60 روزه میان ایران و امریکا پایان یافته، اما نه جنگ پایان گرفته و نه مسائلی که قرار بود این تفاهمنامه آنها را حل کند. برعکس اکنون دو اهرم فشار در برابر هم قرار گرفتند. امریکا با تحریم و محاصره اقتصادی تلاش می‌کند هزینه ادامه تقابل را برای جمهوری اسلامی بالا ببرد و ایران نیز با محدود کردن عبور و مرور در تنگه هرمز می‌کوشد هزینه این فشار را به اقتصاد جهانی منتقل کند. در چنین شرایطی مسئله فقط آینده مذاکرات ایران و امریکا نیست. مسئله این است که این رویارویی چه تأثیری بر اقتصاد ایران و زندگی مردم می‌گذارد. جمهوری اسلامی برای جبران بسته بودن تنگه هرمز تا چه اندازه می‌تواند بر روی شرکای چینی و روسیه‌ای خود حساب کند و مسیرهای زمینی و دریای خزر تا چه حد می‌توانند کمک کننده باشند و در داخل کشور چه نوع سیاستی برای کنترل نارضایتی و اعتراضات در حال شکل‌گیری است. در بخش اول برنامه تلاش می‌کنیم تحولات این روزها را بررسی کنیم و در بخش دوم برنامه نیز سخنرانی رضا مقدم در 22مین کنفرانس سالانه اتحاد سوسیالیستی کارگری که به بحث گفتمان سوسیالیستی پرداخته را با هم می‌بینیم. با ما همراه باشید. سوال اول ما اینطور می‌خواستم شروع کنم. در حال حاضر به نظر میرسه وزن تقابل از رویارویی مستقیم نظامی به سمت یه نوع فرسایش اقتصادی بیشتر شده و هرچند ابزار نظامی هم وجود داره. سوال اینه که در چنین جنگ فرسایشی نقطه آسیب پذیری اصلی هر طرف کجاست؟ اقتصاد ایران و یا اقتصاد جهانی و بازار انرژی؟ ایران میخواد نشون بده که بدون نفت و تجارت دریایی نمیشه اقتصاد جهانی رو اداره کرد و امریکا هم در طرف مقابل میخواد اینو بگه که ایران بدون صادرات نفت و دسترسی عادی به تجارت خارجی نمیتونه دوام بیاره. شما چه فکر میکنید؟ با درود به بینندگان تلویزیون بپیش. همونجور که گفتید مسئله حملات نظامی فعلا قطع شده، اگرچه هیچ آتش‌بسی برقرار نیست و اون تفاهم‌نامه 60 روزه همونجور که شما گفتین تموم شده. بعد دید هزینه این رویارویی که کشیده شده به اقتصاد برای جمهوری اسلامی چگونه است، برای آمریکا و ترامپ چجوریه. تمام تلاش جمهوری اسلامی اینه که این مسئله کشیده بشه به نارضایتی مردم آمریکا از دولت ترامپ و تأثیر بذاره رو انتخابات میاندوره‌ای که در نوامبر هست، در آبان ماه، تا دموکرات ها در مجالس قانونگذاری آمریکا قدرت بیشتری پیدا کنن و از این طریق تو ساختار قدرت بین مجلس قانونگذاری آمریکا و کاخ سفید معضلات و موانعی واسه ترامپ ایجاد کنن برای ادامه جنگ و از این طریق ترامپ تضعیف بشه موقعیتش به عنوان یک از طرفای جنگ. منتها همونطور که جمهوری اسلامی حساب کرده رو نارضایتی مردم برای اینکه تو انتخابات رأی دموکرات ها بهتر باشه، اما اینو قبول نداره که این محاصره دریایی میتونه رو نارضایتی مردم ایران تأثیر بذاره و مردم ایران رو نارضایتی کنه. بنابراین اگر نارضایتی مردم آمریکا تو چارچوب صندوق رأی خودش نشون میده، آنچه که در ایران هست فقط میتونه با مبارزات مردم پاسخ بگیره، یعنی اعتراضشون و نارضایتیشون رو بروز بدن در خیابون، در اعتصابات کارگری. و جمهوری اسلامی داره خودش رو واسه سرکوب آماده میکنه و داره تهدید میکنه، کما اینکه بعد از کشتار عظیم دیماه 404
با یک اعدامایی که به طور مرتب ادامه داره، دائم داره به جامعه ایران، مردم ناراضی ایران داره گوشزد میکنه که اون کشتار، اون سرکوب ادامه داره و با این اعدام‌ها به خاطر دستگیری در اعتراضات دیماه داره میگه اون کشتار رو دوباره میتونه انجام بده و این راه مقابله جمهوری اسلامی برای نارضایتی از طریق محاصره دریای آمریکا. بنابراین در هر دو سو مردم این دو کشور زیر فشارن. در آمریکا میتونن نارضایتیشون رو با در صندوق رأی نشون بدن در نوامبر و آبان ماه و در ایران فقط میتونن از طریق اعتصاب و اعتراض خیابونی نارضایتیشون نشون بدن و جمهوری اسلامی واشته با سرکوب بگه من نمیذارم اون تأثیرات رو من روی جمهوری اسلامی باشه تا بتونه به نوعی تو این رویارویی کنار بکشه و عقب بشینه. بنابراین الان میتونیم بگیم که اگر اختلاف جناح‌ها با وجود اسامی که داشتن اما متوجه شده بود یا تمرکز کرده بود روی سیاست خارجی راجع به ادامه جنگ یا مذاکره یا مخالفت با تفاهم نامه یا موافقت با تفاهم نامه، الان داره میره به سمت سیاست داخلی و اون مقابله با نارضایتی مردم ایران زیر این فشار اقتصادیه. منتها یه چیز رو باید بگیم، از آنجا که سیاست بازدارندگی جمهوری اسلامی که دوره خامنه‌ای را افتاده بود و بارها راجعش تو این برنامه صحبت کردیم با شکست مواجه شد و بالاخره باعث مرگ خودش هم شد، این استراتژی جدید بازدارندگی که تمرکز داره رو بستن تنگه هرمز و حمله به پایگاه آمریکا و کشورهای مدافع یا متحد آمریکا در منطقه، قبل از اینکه راه‌های مبادله و راه‌های تجارت زمینی از طریق کشورهای همسایه رو راه انداخته باشه و مستحکم کرده باشه که اگر در تنگه هرمز اختلالاتی برای واردات صادرات ایران هم به وجود میاد، اون جایگزین‌ها بتونه کارکرد داشته باشه. بنابراین الان اختلاف جناح‌ها در عین اینکه داره کشیده میشه به مسائل داخل کشور، همونجوری که دیدید بالاخره دولت میخواد قیمت بنزین افزایش بده، خیلی مخالفن، خود قالیباف گفته مخالفه، و در عین حال یکی از اختلافات بزرگ جناح‌های جمهوری اسلامی راجع به سمتگیری جهانی جمهوری اسلامی، این که به سمت نظر اقتصادی به سمت چین و روسیه و غیره باشن یا هنوز آمریکا یا اروپا، این هم داره تو این وسط حل فصل میشه، داره هرچه بیشتر راه‌های رابطه با اروپا و آمریکا نظر اقتصادی و تجارت بسته میشه و کاری که آمریکا داره میکنه عملاً جمهوری اسلامی رو داره سوق میده به تنها راه زنده موندن از نظر اقتصادی و تجارت و اون رفتن به سمت تجارت با چین، تجارت با روسیه و کلاً استفاده از مرزهای زمینیش برای مقابله با این رویارویی که شما گفتید. بنابراین این داره خیلی چیزا رو حل فصل میکنه و تو اینجا به نظر میاد اصلاح طلبها که خواهان نزدیکی ایران به آمریکا و اروپا هستن عملاً راهی ندارن به جز اینکه تمکین کنن برای تجارت با روسیه و چین، چون این داره موجودیت جمهوری اسلامی رو زیر خطر میبره که همه جناح‌ها براش متحدن که این جمهوری اسلامی بمونه و حاضرن همه جناح‌ها با هم متحد باشن و هر کشتاری رو و هر نوع سرکوبی رو انجام بدن برای حفظ جمهوری اسلامی. بنابراین این موقعیت متضادی هم هستش که اصلاح طلبها و اون طرفداران رابطه با غرب آمریکا درش قرار دادن. قبلا صحبت کردیم کلاً بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی که در ادارات و وزارتخونه هستن، اینها طرفدارای رابطه جمهوری اسلامی با غرب آمریکا هستن
و کارشکنی میکنن در مقابل این جناحی که تنها راه برون رفت از این اوضاع رو نزدیکی اقتصاد ایران به چین و روسیه میدونن. این هم از معضلاتیه که به اختلافات جناح‌ها اضافه شده و داره حل فصل میشه. قبل از اینکه سوال دوم مطرح کنم پوزش می‌طلبم از اینکه صدا من امروز این شکلی شده. دولت در شرایطی که هم با کمبود و هزینه بالای تامین سوخت روبروه، از یه طرف هم میدونه که افزایش قیمت بنزین میتونه باعث نارضایتی اجتماعی بشه، همونجور که تجربه تاریخی هم داره که در سال 98 اتفاق افتاد. به نظر شما چه گزینه‌هایی در اختیار داره و چرا مسئله بنزین دوباره به یکی از نقاط حساس سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده؟ همونجور که میدونید که مدتی پیش در کرمان طرح بنزین با قیمت پالایشگاهی حدود 87,000 تومان مطرح شد و در عرض چند ساعت هم متوقف شد. به نظر شما آیا این یه طرحی بوده که برای مدیریت سوخت و مبارزه با قاچاق طراحی شده، یا اینکه میتونه نشون دهنده آزمودن واکنش جامعه به قیمت‌های جدید هم باشه؟ ببینید دو تا مسئله اینجا هست. جمهوری اسلامی پالایشگاهاش به اندازه کافی، به اندازه که مصرف داخلی هست نمیتونن بنزین تولید کنن، بنابراین جمهوری اسلامی باید بنزین وارد کنه. برای وارد کردن محاصره دریایی این اجازه رو بهشون نمیده، بنابراین کمبود بنزین دارن. این یک. دارن میگن که میخوان از طریق افزایش قیمت و سحب بندی و اینا یه نوعی مصرف رو کنترل کنن، که چنین نیست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه قیمت بنزین رو مطابق قیمت جهانی به مردم ایران بده. مثلا در آبان 98 این کار کردن و با اعتراضات مردم با اون کشتار روبرو شد. منتها خودش میاد پول چاپ میکنه و فاصله ارزش ریال و دلار رو افزایش میده خودش با چاپ پولش، و بعد دوباره میاد برای پر کردن این فاصله میخواد قیمت بنزین رو گرون کنه. این چرخه اصلی دائمی گرون کردن قیمت بنزینه و الان که این محاصره انجام شده و جمهوری اسلامی امکان خرید بنزین نداره، حتی از روسیه، چون میدونید که پالایشگاه‌های روسیه توسط پهپادهایی که اوکراین به دست آورده از طریق انگلستان مورد حمله قرار گرفته و خود روسیه که میتونست به ایران بنزین بده الان خودش دچار مشکله و داره بنزین وارد میکنه. از این نظر اون حسابی هم که جمهوری اسلامی کرده بود که ممکنه با محاصره دریایی امکان خرید بنزین از روسیه داره، به خاطر جنگ اوکراین این هم فعلا منتفیه. بنابراین خود جنگ اوکراین امکانات جمهوری اسلامی رو برای واردات بنزین کاهش داده و این موقعیتی که توش قرار داره. بنابراین برمیگردیم به سوال اول که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مردم آمریکا رو ناراضی کنه تا فشار بیارن به دولتشون، از طریق انتخابات تاثیر بذارن و برای مقابله با جنگ و ادامه جنگ، و اما از طریق سرکوب، از طریق گرون کردن قیمت بنزین و فشاری که به مردم ایران داره میاره، میخواد بگه محاصره اقتصادی نمیتونه فشاری رو دولت جمهوری اسلامی بذاره. این تقابلیه که داره انجام میشه الان. یکی از پاسخهای جمهوری اسلامی به تحریم و محاصره اتکای بیشتر به چین و روسیه و مسیرهای زمینی و دریایی خزر از طریق کشورهای همسایه است. اما آیا واقعا میتونه جای تجارت دریایی و دسترسی به نظام مالی جهانی رو بگیره، یا فقط میتونه سرعت فروپاشی اقتصادی خودش رو کاهش بده؟ به عبارت دیگه آیا سیاست نگاه به شرق یه راه حل اقتصادیه و یا یک راهبرد بقا؟ این تفاوتش از این لحاظ مهمه که چین و روسیه واقعا کانالایی برای تجارت و دور زدن بخشی از تحریم‌ها در اختیار ایران میگذارن، اما هیچ کدومشون تضمین نکردن که هزینه این
معاصر ایران رو به اصطلاح بپردازن. حتی چین همونجور که شاهد بودیم در بحران فعلی بخش از کشتیرانی خودش اصلا از مسیر تنگ هرمز خارج کرده. ببینید دهه‌ها است که یه بخشی از جناح‌های جمهوری اسلامی که بهش پایداری و اصولگراها میگن، اونها طرفدار رابطه بیشتر با چین و روسیه و اون که بهش جنوب جهانی میگن هستن و این جنگ امکاناتی رو و موانعی رو برای این دو طرف ایجاد کرده. این جنگ عملاً به ضرر طرفداران آمریکا و اروپا شده که جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی باشون داشته باشه و امکاناتی که براشون گذاشته برای حفظ جمهوری اسلامی نزدیک شدن به چین و روسیه است و آنچه که بهش جنوب جهانی میگن و مسئله‌ای که جنگ ایجاد کرده برای تسهیل تجارت با کشورهای همسایه. اینها الان تو چارچوب راه‌حل‌های موقت داره توسط طرفین مورد بررسی قرار میگیره، در عین اینکه این راه‌های موقت برای این دوره موقت در عین حال داره تقویت میکنه اون جریانی رو که طرفدار نزدیکی اقتصادی جمهوری اسلامی با چین و روسیه است. همون چیزی که ما الان داریم میبینیم موقته و داره از طریق اختلاف جناح‌ها و توازن قوای طرفین داره حل و فصل میشه به عنوان یه دوره موقت برای حفظ جمهوری اسلامی. اینکه پس از این دوره توازن قوای جناح‌ها چگونه خواهد بود و این دوره چگونه پایان خواهد یافت، خود جنگ و تله‌ای که آمریکا توش افتاده چجوری پایان خواهد یافت میتونه مجددا تاثیرگذار باشه رو موانع و یا راه‌هایی که میتونه واسه دو طرف باز باشه برای اینکه سیاست‌های استراتژیکشون رو برای نزدیکی به جنوب جهانی و یا غرب آمریکا دنبال کنن. بنابراین مسئله الان بازه ولی عملاً داره به نفع طرفداران چین و روسیه تموم میشه، به ویژه که الان خود محور مقاومتی هم افتادن جلو و دارن تلاش میکنن یه چپ رژیمی تقویت بشه تا اون هم کمک کنه به روند نزدیکی جمهوری اسلامی به چین و روسیه. بنابراین الان محور مقاومتی هم دارن یه بخشی از جریان اصولگرا میشن و با توجه به سیاستایی که الان پیش گرفتن نه تنها دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی برای سمتگیری به سمت شرق، بلکه دارن شریک میشن در جنایاتش، به دلیل که دیدین چه تحلیل هایی دارن نسبت به دیماه 404 و یا چه تحلیل هایی داشتن نسبت به جنبش زن زندگی آزادی و اینا دارن شریک جرم جمهوری اسلامی میشن، چون جمهوری اسلامی همه اقداماتش رو داره همراه با جنایت انجام میده. این روند جنایتکارانی که داره انجام میشه محور مقاومتی دارن شریک جرم جمهوری اسلامی میشن تو این دوره و برای این چرخش. در واقع داره دو نوع ناسیونالیسم در ایران شکل میگیره که نشونه‌هایی ازش هست. یه بخششون سلطنت طلب ها و لیبرال ها و جمهوری خواهایی که طرفدار جنگن و دارن حمایت میکنن از جنایاتی که اسرائیل و آمریکا در ایران انجام داده به خاطر اینکه نظام مورد نظرشون به قدرت برسه، و این طرف هم یه ناسیونالیسمی داره شکل میگیره که داره احساس قدرت میکنه چون جمهوری اسلامی تونسته علیه آمریکا و اسرائیل بایسته و این یک نوع داره پاسخ میده به حقارت همیشگی این ناسیونالیسم در مقابل آمریکا و اینا هم دارن به همون درجه شریک جنایت این بخش از ناسیونالیسم ایران میشن که
نظام مورد نظرشون متحقق بشه و پابرجا بمونه. بنابراین الان محور مقاومتی‌ها و چپ‌های محور مقاومتی‌ها توک قله ناسیونالیسم ایرانی قرار گرفتن برای پایان دادن به اون احساس حقارت همیشگیشون در مقابل آمریکا و در مقابل اروپا. بنابراین مسائل متعددی هست که داره در حول و حوش این تقابل و یا جنگ آمریکا و جمهوری اسرائیل و جمهوری اسلامی داره حل فصل میشه از نظر سیاسی، اقتصادی و جهتگیری های درون نظام و همچنین اپوزیسیون جمهوری اسلامی. همه اینا داره تو این تقابل حل فصل میشه. بنابراین ما میریم تا شاهد تحولات عمیق و گسترده‌ای باشیم در کل سیاست ایران و نیروهای اپوزیسیون، در عینی که داریم راجع به مسئله قیمت بنزین، راجع به تاب‌آوری و اینکه کی آمریکایی‌ها کوتاه میان و کی جمهوری اسلامی کوتاه میاد و چه صدماتی جمهوری اسلامی خواهد دید، چه صدماتی مردم ایران خواهد دید و چه صدماتی مردم آمریکا خواهند دید. در پس تمام این مسائل روزمره‌ای که منافع میلیون‌ها مردم در آمریکا و در ایران بهش گره خورده، داره یه همچین تحولات عظیمی هم صورت میگیره. خب اگر بخوایم بدون شعار و بدون پیش‌بینی قطعی یه جمع‌بندی کنیم، 3 مسیر رو میتونیم الان تصور کنیم: ادامه جنگ فرسایشی، بازگشت به مذاکره و یک توافق جدید، و یا تشدید دوباره درگیری. به نظر شما کدوم مسیر در شرایط فعلی محتمل‌تره و مهمتر از اون، هر کدوم از این مسیرها چه معنایی برای جامعه ایران و مبارزات اجتماعی در داخل داره؟ هر چقدر به نوامبر و انتخابات مجلس قانونگذاری آمریکا نزدیکتر میشیم، امکان تقابل نظامی کاهش پیدا میکنه و محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی و فشار به تمام مجراهایی که جمهوری اسلامی میتونه باشون تجارت کنه افزایش پیدا میکنه. و پس از انتخابات نوامبر در آمریکا و تعیین تکلیف شدن مجالس قانونگذاری در آمریکا، با یه شرایط جدیدی در آمریکا روبرو خواهیم بود و اونجا میشیم بس مجدداً مطرح کنیم که آیا آمریکا چه اقداماتی رو انجام خواهد. منتها مسئله اسرائیل جداگانه است. اسرائیل میتونه بدون توافق آمریکا دست به هر کاری بزنه اگر احساس کنه این روندی که هست به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر آمریکا اسرائیل. اونا یک عوامل جداگانه‌ای دارن واسه تحلیل و ارزیابی از موقعیتی که دارن. اونا میتونن تصمیمات جداگانه‌ای بگیرن. تا اونجایی که برمیگرده به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مردم ایران رو سرکوب کنه تا اون فشار اقتصادی که از طریق محاصره دریایی هست باعث بروز اعتراضات نشه، بلکه از طریق کشتار، از طریق دستگیری، از طریق تهدید و ادامه این اعدام‌ها مانع تأثیرات اجتماعی سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه در این راستا. بنابراین جمهوری اسلامی هم داره تلاش میکنه اجتناب کنه از درگیری نظامی، در عین این که داره تلاش میکنه تمام ضعف‌هایی که این دور داشته رو بپوشونه. اگه بیشتر پهپاد بسازه، موشک‌های بیشتری بسازه، تمام پایگاه موشکی و پهپادی که داشته رو اونا ترمیم کنه، خودش آماده کنه برای یک جنگ دیگه. اما جمهوری اسلامی هم اجتناب میکنه از جنگ، در عین این که حمله به کشتی‌هایی که میخوان خارج از ترتیباتی که جمهوری اسلامی داره از تنگه هرمز رد بشن به اونها حمله خواهد کرد. این چیزی که توی این چند وقته دیدیم که جمهوری اسلامی به شدت برش پافشاری داره که کشتی‌ها مطابق ترتیباتی که جمهوری اسلامی میخواد از تنگه هرمز رد بشن یا رد نشن. همزمان با تشدید فشار خارجی در داخل هم نشانه‌هایی از تقویت ساختار امنیتی دیده میشه.
از انتصاب محسن رضایی به دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی تا انتصاب حسین طاهر به ریاست سازمان بسیج و همچنین مجموعه از تغییرات در ساختار فرماندهی نظامی. سوالم اینه که آیا این تغییرات باید صرفاً برای بازسازی ساختار قدرت بعد از جنگ دونست، یا اینکه نشانه از تغییر اولویت‌های جمهوری اسلامی از به اصطلاح از یه مدیریت جنگ خارجی به کنترل به اصطلاح پیامدهای داخلی؟ این انتصاباتی که ما دیدیم دقیقاً جزو اولین و گسترده ترین اقداماتیه که مجتبی خامنه‌ای انجام داده برای کنترل اوضاع و کنترل کلاً همه چیز به دست خودش. واضحه که مجتبی خامنه‌ای با معضلات بزرگی روبرو خواهد شد اگر الان خیلی صداها خاموشه و یا تقابل آنچنانی باش نیست به خاطر جنگ. مادام که خطر جنگ کم بشه، مقابله با مجتبی خامنه‌ای شکل خواهد گرفت و تو این فاصله مجتبی خامنه‌ای داره تلاش میکنه ارگان‌های تاثیرگذار در حفظ نظام و حفظ موقعیت خودش رو تقویت کنه از طریق گذاشتن آدمایی که خودش میدونه در کنارشن و باهاش خواهند بود. بنابراین روی آورده به دوستای قدیمیش و یا آدمای نظامی و امنیتی قدیم برای که میتونه به اونا اعتماد کنه و یه اعتماد متقابلی در بینش وجود داره. بنابراین این بازسازی قدرت ولی فقیه سومه برای اینکه بتونه کنترل کنه چناها رو و کنترل کنه و حاکم کنه سیاست خودش رو در چارچوب نظام. ما الان در این پروسه هستیم در میون همه آنچه که قبلا راجعش صحبت کردیم در مورد معضلات. از این طریق مجتبی خامنه‌ای داره تلاش میکنه تا بتونه فصل حرفاش فصل الخطاب باشه، چون الان نیست و وقتی که صحبت میکنه حتی بعضن اصولگراهایی که قرار پایگاش باشن حتی زنده بودنش رو مورد سوال قرار دادن، حتی گفتن چرا خودش نیست. بنابراین خیلی فاصله داره مجتبی خامنه‌ای با یک ولی فقیهی که بیاد بتونه اختلافات جناح‌ها رو کنترل کنه و بتونه حرف آخر بزنه. به عنوان مثال طاهر قبلا رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، یکی از بالاترین مراکز امنیتی جمهوری اسلامی برکنار شده، اما الان توسط مجتبی خامنه‌ای گذاشته شده به عنوان ریاست بسیج که قبلا هم بوده. منتها دارن وظایف بسیج رو اضافه میکنن، دارن تلاش میکنن از بسیج یه سازمان نظامی اطلاعاتی درست کنن، اونچه که خمینی در اوایل انقلاب برای حفظ تحکیم جمهوری اسلامی یک سازمان اطلاعاتی 20 چند میلیونی اعلام کرده بود. دارن تلاش میکنن سازمان بسیج رو که در محلات، در ادارات، در کارخونه‌ها همه جا هست، اونا رو تبدیل کنن به یک سازمان نظامی، به یک سازمان اطلاعاتی و این بشه مهمترین اهرمی که در محل میتونن وارد عمل بشن و هر نوع اعتراض و اعتصاب و تظاهرات خیابونی غیره رو سرکوب کنن. بنابراین مجتبی خامنه‌ای از طریق این اقدام و تغییر موقعیت و وظایف بسیج داره تلاش میکنه یه تقابل جمهوری اسلامی و مردم رو در کل محلات، مراکز کار، مراکز آموزشی و غیره گسترده کنه و این طبعاً به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. موقعی که این اعتراضات شروع بشه میاد تا تقابل مردم ناراضی در تمام محلات کار و آموزشی اینا با طرفدارای جمهوری اسلامی گسترده بشه و این جمهوری اسلامی رو شکننده میکنه. بنابراین این میره تا تقابل تو محل کار، مراکز آموزشی رو با بسیج و جمهوری اسلامی به شدت گسترده کنه و این گستردگی طبعا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود. این اقدامات نمیتونه مانع مبارزه مردم و اراده
مردم باشه برای کنار زدن و سرنگون کردن جمهوری اسلامی. با درود مجدد به همگی. این دومین جلسه کنفرانس بعد از صحبت راجع به سند اوضاع سیاسی که راجع به اوضاع جهان، خاورمیانه و ایران بود. این قسمت داریم راجع به سندی که راجع به گفتمان سوسیالیستی صحبت میکنیم. این تقریبا جدیدترین بحثیه که ما تو تشکیلاتمون داشتیم، ولی اون چه که به حال ما رو به اینجا رسوند که این مسئله مطرح کنیم اینی که تو خود صحبت‌های خود ما بارها مطرح شده بود که گفتمان سوسیالیستی مهمه، باید گفتمان سوسیالیستی هژمونی به دست بیاره و غیره. تو چارچوب صحبت‌های ما این روشن بود که منظورمون چیه، ولی وقتی میشنیدیم جریانات دیگه دارن صحبت میکنن به یه نوعی انگار ما راجع به یه چیز حرف نمیزنیم، در عین اینکه راجع به اهمیت گفتمان سوسیالیستی داریم صحبت میکنیم و هر دو داریم تو اون چارچوب کار میکنیم، به نظر میاد ما یه کار نمیکنیم و این یواش یواش حداقل منو به این فکر واداشت که ما یه اندوخته نظری تحلیلی سیاسی داریم که وقتی داریم راجع به گفتمان سوسیالیستی صحبت میکنیم مد نظرمون اوناست، ولی نرفتیم همه اینا رو جمع کنیم رو همدیگه و اینو تو چارچوب قواره موضوع مشخص مطرح کنیم. بنابراین اون چه که ما انجام دادیم محتوان هیچ چیز جدیدی نیست، بارها راجع به تک تکش صحبت کردیم. این مقدمه صحبت من. اما تا اونجا که برمیگرده به این موضوع، ببینید جنبش سوسیالیستی ایران کشتار شد از طریق دستگیری‌ها و شکنجه و کشتار وسیعی و ضربه خورد و مثل هر شکستی اختلافات بر سر اینکه چرا شکست خوردیم گسترش پیدا میکنه. به طور طبیعی عده‌ای میپردازن به خود به جای پرداختن به دشمن و اون کسی که زدشون، و میپردازن به که حتما ما اشکالی داشتیم و واضحه که این ممکنه هدایت بشه و ساپورت بشه که اون نیروی زیر ضرب کشتار شده، سرکوب شده، به جایی که برگرده علیه دشمنش بره تو خودش و دائم خودش رو، نظراتش رو، رفتارش رو کنکاش کنه که حتما یه اشکالی تو ما بوده که شکست خوردیم. به ویژه اگه ما بریم تو چارچوبه یه فرهنگ شیعه حق بر باطل که وقتی میرسه به سوسیالیسم تو همون چارچوب میبینه و این رو برحق میدونه و حق و پیروز میدونه و اگر موفق نمیشه به این نتیجه میرسه من یه اشکالی داشتم و الا اینی که نمیتونه شکست بخوره، این که نمیتونه چنین بلایی سرش بیاد، حتما اشکال داشته. در صورتی که وقتی به مبارزه کارگران نگاه میکنیم و به مبارزات سیاسی نگاه میکنیم، اصل توازن قوا اصلی که طرف قوی‌تر بود این طرف ضعیف‌تر بود، شکست خورد و موفق نشد، به اصل به شدت طبیعیه. جنبش کارگری وقتی اعتصابش ناموفق میشه نمیره یه خود اکتشافی درونی انجام بده اصولا اعتصاب چیست،
آیا اصلا اعتصاب درست است؟ ما کجا اشتباه کردیم؟ یک کارخونه اعتصاب میکنه، یک دستگاه جهنمی امنیتی، نظامی، سیاسی که همه ابزار رو دارن میزنن سرش، خوب میزنن شکستش میدن، بس بر سر توازن قوا، بعد رفت قوی‌تر شد. این ماجرایی که تو سوسیالیسم ایران به وجود اومد و اون جمعیت به اصطلاح دستگیر شده، شکنجه شده و رفیق و رفقا دست داده زیر شکنجه و اعدام، رفتن از این زاویه بخش‌هایی رو صحبت کردم. بنابراین هنوز کم که هنوزه مسئله انتقاد از خوده، بدون اینکه ببینن این تو بخش سیاسی گفتم از روزی که اینا به قدرت رسیدن در داخل خارج جنگ رو انداختن. خمینی 57 اومد سر کار، 68 مرد، تقریبا 8 سالش در جنگ به خارج بودن با عراق و تا سال 60 میشه گفت آخر سال 60 اول سال 61 داشتن مردم ایران و مخالفین خوششون میزدن از طرف یه جریانی که آدم کشی رو نزدیکی به خدا و بهشت و اینا میدونستن. این جماعت رو بسیج کردن که اصلا بر همین هم به قدرت رسیده بودن، بیان انقلاب ایران بزنن وقتی که رژیم شاه نمیتونست بزنتش. و این بلا رو سر سوسیالیسم ایران، سر جنبش کارگری ایران آوردن و جنبش کارگری که اعتصاب کرد و صدور نفت با آفریقای جنوبی و صدور نفت علیه اسرائیل رو قطع کرد به دلیل حکومت‌های نجات پرستانشون. این طبقه رو و اون اعتصاب عمومی دور شاه رو الان ما داریم راجعش صحبت میکنیم با دستمزدهای 1/5 زیر خط فقر، فاقد هر نوع تشکر، فاقد هر نوع حق اعتصاب و فعالینش همینجوری دائم در زندانن به خاطر تشکل‌های مستقل غیره. این یه وجه قضیه. ما هنوز از اینجا کمر راست نکرده بودیم، اردوگاه شوروی فرو ریخت 1990 و اون سیستم جهانی که به عنوان یه سوسیالیسم مطرح بود و همه تو مدرسه میدیدن، تو رادیو تلویزیون میخوندن، از در و دیوار جهان، این که یه بخشی هستن کمونیستی هستن، سوسیالیستی هستن و کشورها تلاش میکنن به این سمت برن، اینا دوست اونان، اینا با اونا جنگ کردن، به عنوان یک انتخاب از 1917 تا 1990 ادامه داشت. یعنی نزدیک 70 سال یه اردوگاه و یه کشوری وجود داشت، جهانی وجود داشت که سوسیالیست ها تو اخبار، تو روزنامه ها بودن که میتونستن کشورها رو انتخاب کنن به عنوان مدل حکومتیشون. این از هم فرو پاشید، شکست خورد به اینکه به اهدافش نرسیده و تبلیغات جنگ سردی رو میدونید. این آوار اومد رو سر ما در این موقعیت میخوایم چیکار کنیم؟ تو سطح جهانی از 90 تا الان نزدیک 36 ساله هیچ اتفاقی در جهان نیفتاده که یه مجمع جهانی از سوسیالیست‌ها جمع شن و بخوان یه راه حلی پیدا کنن برای سوسیالیسم جهانی که در جهان باید چیکار کرد. واضح کارهای نظری بسیار زیادی شده، اینجا اونجا به تجربه شوروی انتقاد شده، بحث‌های جدی و خوبی مطرح شده، ولی اینکه یک راه حلی باشه که معلوم باشه سوسیالیست‌ها در جهان از این مسیر میرن تا سوسیالیسم رو در کل جهان و کشور خودشون احیا کنن. این اتفاق نیفتاده در 36 سال پس از سقوط اردوگاه 1990. الان ما سال 2026 هستیم. مسئله گفتمان سوسیالیستی که مسئله هژمونی گفتمانی علیه گفتمان‌های دیگه است
این هم میتونه جهانی باشه، هم میتونه از طریق به قدرت رسیدن سوسیالیسم در یک کشور از طریق جهانی تقویت بشه. ولی تا اونجا که برمیگرده به کشور، این گفتمان کشوریه. باید مشخصات مبارزه طبقاتی در اون کشور رو داشته باشه تا بتونه موفق بشه، علاوه بر اون نظریات عمومی و غیره. اینجا مسئله گفتمان سوسیالیستی و اجزایش مطرح میشه. قبل از اون اینو بگم، یه بحثی هست راجع به این که بازسازی سوسیالیسم در گروی بازسازی نظریشه، انتقاد از این یا اون گوشه نظرات و تئوری‌هاشه، یا آنچه که سوسیالیسم رو مجددا به صحنه سیاسی برمیگردونه یک جنبشه. جنبش‌ها هستن که میتونن این کار انجام بدن. اگر بحث فقط نظری نیست، مثلا نیست اصلا نظر مهم نیست، همه آنچه که کمک میکنه به جنبش کارگری یا به جنبش‌های متحدش که بتونن متحد بشن، متشکل بشن و فعالیت کنن، اون جنبش میتونه سوسیالیسم رو مجددا بیاره جلو صحنه سیاسی در یک کشور یا در این منطقه و یا در جهان. بنابراین مسئله خاص کشوری دخالت مستقیم داره در گفتمان سوسیالیستی، چون برمیگرده به موانع اون کشور معین، تاریخش، مذهبش، سنتش، فرهنگش، سابقه مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم در اون کشور، رنگ و بوی 100% کشوری پیدا میکنه. تو این چارچوب ما این مسئله رو مطرح کردیم که یک، گفتمان سوسیالیستی که اتحاد سوسیالیستی داشت مطرح میکرد، چون همه اجزایش رو داشت، واسهش این نبود حالا بتونه تعریفش کنه به طور جداگانه، ولی به این نتیجه رسیدیم که بهترین رو تعریف کنیم تا حداقل بشه یه بحثی رو داخل راجع به این که گفتمان سوسیالیستی چیست، یه هم نظری راجع به اجزای تشکیل دهنده گفتمان سوسیالیستی رو مطرح کنیم تا اگر هم نظری راجع به اینا به وجود میاد، اگر همگی سوسیالیست‌ها راجع به گفتمان سوسیالیستی صحبت میکنن، معلوم بشه دو نظر هست راجع به گفتمان سوسیالیستی، دو شاخه هست راجع به گفتمان سوسیالیستی و این شاخه ها و این گرایشات دارن این نوع تبیین رو از گفتمان سوسیالیستی به دست میدن. به یه شکلی ما داریم میگیم ما میخوایم اون سازمان، اون مبارزه، اون جنبشی که دوباره با خودش سوسیالیسم میده بیرون، دوباره تحت تاثیر این جنبش مردم، فعالین این جنبش اونجا، جوانان و غیره سوسیالیست میشن تحت تاثیر اون جنبش. ما میخوایم همچین جنبشی بسازیم. اجزای اون اینه که یک، اون موتور بزرگی که یا اون دستگاه عظیم ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فضایی، اون تمام اون دستگاهی که پشت اردوگاه بود، اون سوسیالیسم پرورش میداد، اون خاموش شد 1990. در ایران هم گفتم مسئله سرکوب و غیره و رفتن و به خود پرداختن بخشی به عنوان این که ما حتما یه اشکالی داشتیم که سرکوب شدیم، بپردازیم به اینکه کجا اشتباه کردیم، که نظر توازن قوا بود. اگر کشتار نبود، ما مثل همه احزابی که در اروپا در انتخابات شکست میخورن، میرن بعد یه مدت خودشون جمع جور میکنن، برمیگردن تو انتخابات بعدی میبرن. این سرکوب چون یه همچین کشتاری رو به وجود آورد و اینو باید به صراحت گفت، آنچه که الان باقی مونده از اون کشتار، از اون چی که بهش میگیم چپ 57 یا سوسیالیست 57، آنچه که باقی مونده بهترینا نیستن، خوششانسترینان. ما خوششانس بودیم که بعضا دستگیر نشدیم، بعضا دستگیر شدیم و کشته نشدیم. و اگر اون کشتار نشده بود،
همه سوسیالیسم ایران با تمام توان نظری سیاسی و تحلیلیش وارد ماجرا میشد و مثلا عدم موفقیت سیاسیشو در این یا اونجا بررسی میکرد، خب به صورت خودشو بازسازی میکرد. اون حمله‌ای که به ما شد حمله برای نابودی بود. قرار نبود ما رو شکست سیاسی بدن که ما از شکستمون بخوام درس بگیریم. اونا به قصد نابودی ما اومدن موجودیت ما رو از تو اون کشور پاک کنن و به این قصد اون کشتار رو انداختن. بنابراین اون کشتار لطمات زیادی به ما زد، اصلا یه انقطاع نسلی واسه ما وجود آورده. سوسیالیست یه جا یهو یه خلای نسلی توشون هست، اون قبرستون کشتار و اون گورستان هاست چون خلا رو به وجود آورده. این اتفاق واسه ما افتاده. بنابراین اگر بخوایم تا اونجا که به ایران برمیگرده تلاش کنیم تا مجدداً اقشار مختلف، جوانان، فعالین جنبش‌های مختلف بپیوندن به سوسیالیست و سوسیالیست بشن، باید بریم راجع به ایران صحبت کنیم. یکی از مسائلش اینه که ببینیم تا الان، تا سال 60 اون کشتارها، اون طبقه‌ای که بیشترین نیروی انسانی داده به سوسیالیسم ایران و به جنبش انقلابی ایران مستقل از این که چه گرایشاتی داشتن، اون کدوم طبقه بوده؟ اون طبقه متوسطه. و کلا اون نوع سوسیالیسم به دلیلی که اصلا خواستگارش از اینجا بوده و جامعه ایران سرمایه‌داری نبوده، کلا تو اینجا شکل گرفته، رشد پیدا کرده و نیرو گرفته و تجدید نیرو کرده و خودش رو ترمیم کرده دائم. این سوسیالیسم چف نبوده آنچنان به جنبش کارگری تا یه دستگاه عظیمه که دائم کارگر و فعال کارگری رو تربیت کنه و تو این مبارزه بتونه با اندیشه‌های سوسیالیستی وارد مبارزه بشه و مبارزش به اونجور نگاه کنه، از این دید نگاه کنه. اینو تو ایران اتفاق نیفتاد. انقلاب 57 به سوسیالیسم ایران گفت این طبقه به میدون اومده و با اینکه سال 42 ایران سرمایه‌داری شده و فقط 17 سال سن داره، از نظر طبقه‌ای که یکی از دو طبقه اصلیه، با اولین بحران اقتصادیش نظام حاکم میندازه. این اون طبقه کارگره. تو دنیا ببینید آیا همچین موردی بوده؟ یه طبقه کارگر با قدمت 17 سال با اولین بحران سرمایه‌داری که درگیر میشه اون نظام حاکم میندازن. بنابراین طبقه متوسط تو انقلاب ایران چه بلایی سرش اومد و در ادامهش چه جریاناتی از نظر نظری، سیاسی، فلسفی حاکم شدن بهش و اون طبقه دیگه بچه‌هاشو، فرزنداشو نمیده برای جنبش‌های انقلابی یا جنبش‌های سوسیالیستی. بنابراین در ایران اون رابطه قطع شده. اون طبقه متوسطی که نیروی انسانی واسه سوسیالیسم تقدیم می‌کرد، اون موتور خاموش شده. اونجا دیگه نسل در نسل جوونا شد نمیده برای مبارزه کنن. اون جانفشانی های دور شاه، اون شهامتی که به خرج دادن و تاثیرات آنچنانی گذاشتن تو کل سوسیالیسم ایران، تو وجهش، برای اینکه بتونه وارد انقلاب 57 بشه با یه سرمایه معین. بنابراین بحث بر سر اینه که اگر طبقه متوسط دیگه فرزندانش و نیروی به سوسیالیستا نمیده، اون طبقه‌ای که میتونه این کارو بکنه چیه؟ اون کارگرایی که از ابتدا اصلا سوسیالیست تو چارچوب مبارزات اینا اصلا تعریف شده که این طبقه و این جنبش اگر این راه‌ها، این استراتژی، این اهداف بزنن جلوش، میتونن برن و یه همچین
نظامی رو بیارن و پایان بدن به این نظامی که بهره کشد استثمارگر علیه بخش بزرگی از جمعیت اون کشور که طبقه کارگر باشه. این بنابراین اجزای چهارگانه گفتمان سوسیالیستیه. یک، اگر میخواین نیروهای سوسیالیست بشن و بیان جای کسایی که به هر شکلی از این صفو ترک میکنن، چه به طور طبیعی فوت میکنن و به هر دلیلی کنار میکشن، اگر جایی هست که میتونه اون نیرو رو ترمیم کنه، اونجا جنبش کارگری و طبقه کارگره. طبقه متوسط دیگه چنین کاری رو نمیکنه. بریم بررسیش کنیم تا اونجا که به ایران برمیگرده، هم از نظر اقتصادی چه بلایی سرش اومده. ببینید دارن حتی مراکزی که مناطقی که سنتاً در شهرهای بزرگ طبقه متوسط میشست، اینا دارن اونجا رو ترک میکنن به دلیل اوضاع بد اقتصادی و دارن میرن تو مناطق فقیرنشین و اون مناطق فقیرنشین دارن خالی میشن به نفع شهرهای کوچکتر و یا روستاها. یعنی ما یه همچین جابجایی جمعیتی الان تو ایران داریم. بنابراین بعد رفت سراغ طبقه کارگر. اگر شانسی واسه سوسیالیسم ایران و قدرتگیریش باشه، اون یه سوسیالیسم کارگریه و سوسیالیسمی که اونجا میتونه رشد پیدا کنه و مجددا سوسیالیسم ایران رو بازسازی کنه. به چی احتیاج داره؟ به این که آنچه که مانع سوسیالیست ها در جنبش کارگری چیه؟ آرا عقاید حاکم بر جامعه که اساساً لیبرالیه. بنابراین سوسیالیست ها برای جا باز کردن تو جنبش کارگری، تو چارچوب دفاع از استراتژیشون، تو چارچوب راه حل هایی که میتونه معطوف کنه جامعه رو به طرف رفتن به طرف سوسیالیسم، اون در جنبش کارگری با مانع آرا و افکار لیبرالی مواجهه. بنابراین باید تو جنبش کارگری و تو کل کشور با ایده های لیبرالی در افتاد، اونا رو نقد کرد و تلاش کرد هژمونیشون رو کنار زد تا جا باز کرد برای رشد ایده های سوسیالیستی و هژمونی ایده های سوسیالیستی از طریق تقویتشون در جنبش کارگری، تا این طبقه بتونه تو چارچوب دیدگاه ها و نظریه های سوسیالیستی متکی برای مبارزه طبقاتی مبارزاتش پیش ببره. به اضافه ما الان در یک شرایط حاد سیاسی هستیم. به اصطلاح دوران کار آرامش سیاسی نیست. مسئله قدرت سیاسی و تلاش واسه قدرت سیاسی مسئله روزه، سالهاست که مسئله روزه و جامعه به سمت اصلاح این یا اون نیست، بلکه نتیجه شکست تلاشش واسه اصلاح این یا اونجا یه جامعه، سیاست و غیره، همه رو به اینجا نتیجه رسونده که باید کل جمهوری اسلامی عوض بشه و دیماه 1404 اینو نشون داد و 40 عزیزایی که کشته شده بودن دوره اینو نشون داد، چون مردم نترسیدن و بخوام مبارزه‌شون علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن. بنابراین ما احتیاج به یه استراتژی داریم. اتحاد جنبش ها یه نظریه عمومی داریم، مارکسیستی، سوسیالیستی، در انتقاد به این جامعه و نقد ایده های لیبرالیستی تا بره تو جنبش کارگری و مسئله بازسازی این جنبش، متحد و متشکل کردن این جنبش تو چارچوب عقاید و دیدگاه ها و راه حل سوسیالیستی رشد کنه و این اون جایی که میتونه سوسیالیسم ایران رو بازسازی کنه. بنابراین اگر ما راجع به گفتمان سوسیالیست صحبت میکنیم، منظور این نیست که بگیم سوسیالیست خوب است، این است. یه مجموعه به هم پیوسته است، باید این کارا هماهنگ پیش بره
و اینجا بلافاصله ما به این نتیجه میرسیم که این کار هیچ حزب و سازمان و گروهی نیست، حتی کار هیچ جمع مجموعه سازمان ها و گروه هایی نیست، بلکه این امر سوسیالیسم ایران مستقل از اینکه متشکلن، منفردن و غیره. و اگر سوسیالیسم ایران مستقل از نوع تشکل، نوع گرایش این یا اون تاکیدات و تئوری سوسیالیستی بتونن توی چارچوبی برن سراغ جنبش کارگری، برن علیه هژمونی لیبرالی تو جنبش زنان، تو جنبش دانشجویی، تو تمام جنبش‌هایی که هستن، از جمله تو جنبش کارگری، و یه نقد همه جانبه، یه نظری سیاسی، فلسفی و اقتصادی علیه لیبرالیسم ایران را بندازن، تو چارچوب اون استراتژی ما میتونیم اینو تو جنبش کارگری تقویت کنیم، تو جنبش‌های دیگه باعث تقویت رگه‌های سوسیالیستی بشیم و همه اینا به ما کمک کنن تا بتونیم اون اتحاد جنبش‌ها رو قوی به میدون بیاریم. اون به میدون اومدن خود سوسیالیسم ایران رو میذاره توی دوره‌ای که بعداً رویاوری به سوسیالیسم به دلیل اون کاری که کردن برای سازماندهی این جنبش سهل‌تر و آسان‌تر خواهد شد و این میتونه تلاش کنه سوسیالیسم ایران تبدیل کنه به یکی از بازیگران اصلی سیاست در ایران. خلاصه کنم، گفتمان سوسیالیستی بنا شده بر تئوری عمومی سوسیالیستی که باید نقد کنه لیبرالیسم ایرانی رو با استفاده از همه تئوری هایی که ناب سوسیالیستی هست که اصلا در نقد لیبرالیسم شکل گرفته. باید اقتصاد لیبرالی ایران رو نقد کنه، باید تو چارچوب استراتژی اتحاد جنبش ها باشه و حریفش هم به عنوان جریان لیبرالی در نظر بگیره که داره میره تا هژمونی اونو کنار بزنه، تا راهو باز کنه واسه عقاید سوسیالیستی و تمرکزش بذاره رو جنبش کارگری و طبقه کارگر و اونجا رو بکنه مرکزی که میتونه باعث بازسازی سوسیالیسم ایران بشه. به یه نوعی میشه گفت سوسیالیسم ایران یا میتونه کارگری بشه و باید بشه و یا از پس این اوضاع بر نخواهد اومد. این خلاصه صحبت من راجع به گفتمان سوسیالیستیه که به حال تو چند برنامه تلویزیون راجع صحبت کردیم، سخنرانی درونی هم داشتیم. این صحبت‌های منم تو همون چارچوبه و سندی که در خدمتتون. به حال اگر صحبتی چیزی باشه رو مثل جلسه راجع به اوضاع سیاسی، سند اوضاع سیاسی راجعش بحث می‌کنیم و بعد منتظر میشیم تا رئیس جلسه خود سند رو به بحث و بررسی بذاره برای تصویب یا رد یا هرچی. مرسی، ممنون. بینندگان عزیز، به پایان این برنامه از به پیش رسیدیم. برنامه ما از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از طریق ماهواره یاسر پخش می شود و تکرار این برنامه را میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد ظهر تماشا کنید. برای دیدن برنامه‌های گذشته میتونید به آرشیو به پیش در یوتیوب و تلگرام مراجعه کنید و برای پیگیری مستمر تازه ترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به رویدادهای کارگری و سیاسی، کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران را دنبال کنید. از شما بینندگان عزیز می‌خوایم نظرات و دیدگاه‌های خودتون درباره این برنامه را در قسمت کامنت‌های همین ویدیو با ما در میان بگذارید. و اگر برنامه را مفید می‌دونید، با لایک و به اشتراک گذاشتن آن به بیشتر دیده شدن به پیش کمک کنید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، اوقاتی خوش و پر از پیروزی برایتون آرزو می‌کنیم. بدرود.